ابو هریره میگه روزه من در بازار بودم و نگاه کردم که بی نهایت مردم در جوش سودا هست. میگه فریاد زدم گفتم ای مردمی که امروز همه شما به سوداگری مشغول هستین، در مسجد پیغمبر خدا میراث تقسیم رفته ایستاده است. میراث پیغمبر خدا را تقسیم دارند. آیا شما چرا از میراث پیغمبر خدا چیزی نمیگیرید؟ میگه وقتی که شنیدن که میراث پیغمبر خدا تقسیم می شود، فکر کردن که اشیاء دنیا هست، فکر کردن که مال دنیا هست. همگی میگه به مسجد دویده آمدند. وقتی آمدن در مسجد کسی را ندیدند مگر یک مردمی را دیدند و پس گشتند به پیش ابو هریره رفتند. گفتند ابو هریره، در پیغمبر خدا را در مسجدش هیچ تقسیم میراث نمیره. ابو هریره میگه گفت کسی در مسجد نبود؟ گفت مردم زیاد بود لکن تقسیم میراث نبود، بلکه یک گروه مردم نماز میخواند، یک گروه به ذکر خدا مشغول بود، یک گروه دیگر ذکر حلال و حرام میکرد، دیگر هیچ چیزی در مسجد نبود. ابو هریره گفت ای مردم نافهم، گفت میراث پیغمبر خدا انا همون است. گفت از پیغمبر خدا مال دنیا باقی نماند، از پیغمبر خدا هیچ زر و تنگه و طلا باقی نماند، مگر ذکر باقی ماند، مگر جدا کردن حلال و حرام باقی ماند، مگر نماز میراث ماند. شما اون برای خود اختیار کنید. امروز همه شما سرگرم سودا هستین، امروز همه شما سرگرم جمع کردن دنیا هستین، لکن از میراث پیغمبر خدا چیزی برای شما میراث نرسید.